آقای مردو سلام، بگویید امروز در کشور عربی یمن چی میگذرد و نقش ایران در این زمینه چی است؟ در 2 روز گذشته عربستان سعودی همراه با متحدینش در منطقه حملات هوایی علیه حوثی‌های یمن، یعنی شورشیان شیعه مذهب یمن آغاز کردند. دلیل این برای عربستان سعودی این است که ایران در 2-3 سال اخیر به طور بسیار فعال کمک نظامی به حوثی‌های شیعه در عراق انجام داده، اسلحه ارسال کرده. 2 سال پیش یک کشتی حامل اسلحه‌های ایرانی برای شورشیان یمن توقیف شد و وقتی که پایتخت تصرف شد، وقتی که تهدید به رئیس جمهور یمن در جنوب کشور انجام گرفت، عربستان متوجه شد که چاره‌ای نداره جز دخالت نظامی. در عملیات ضد شورشیان میگویند 10 کشور ائتلافی علیه شرکت میکنند و از نیروی خیلی عظیم برای مبارزه با حوثی‌ها کار میگیرند. برای اینکه یک مثال واضح داشته باشیم، اجازه بدهید از متن اینترنتی برای شما حرفهای آقای اردوغان را از ترکیه نقل کنم. ایران در تلاش برای تسلط بر منطقه است. آیا می شود این را تحمل کرد؟ این موضوع ترکیه، عربستان و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس را به سطوح آورده است. این امر واقعاً تحمل کردنی نیست و ایران باید متوجه این مسئله باشد. این حرفایی است که چند ساعت پیش اردوغان در ترکیه در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد. پاکستان همچنین اعلامیه خیلی شدید و لحنی داده و آمادگی خود را برای فرستادن نیروهای زمینی به یمن و کمک به عربستان سعودی اعلام کرده است. کشورهای سنی منطقه به طور ناگهانی و میتوان گفت غیر قابل انتظار با عربستان سعودی موضع گرفته‌اند ضد ایران و اکنون در منطقه ایران یک طرف و کشورهای سنی عرب و غیر عرب یک طرف. چرا به فکر شما در این چندین سال اخیر وضع یمن هیچ به اعتدال نمی آید؟ ناآرامی های یمن همیشه بود. صالح رئیس جمهور سابق یمن همیشه مواجه بود با ناآرامی بین حوثی‌های شیعه و بین سنی‌های جنوب یمن. وقتی که بهار عربی رسید، تظاهرات خیلی بزرگی ضد رئیس جمهور آغاز شد. بعد از چندین ماه رئیس جمهور جز استعفا چاره‌ای نداشت، استعفا کرد و معاون رئیس جمهور جانشین شد. بعد از اون میتوان گفت که نقش ایران بزرگ بوده و با کمک‌ها و تشویق‌هایی که ایران به حوثی‌ها کرد، حوثی‌ها به پایتخت سال گذشته حمله کردند، پایتخت را تصرف و رئیس جمهور فراری شد. تشکر. به سوال‌های ما رئیس امور خاورمیانه در رادیوی آزادی مردو ساغام پاسخ داد.